سلام و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز سه شنبه 19 ایول را از استودیو رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. در برنامه امروز آتش نشان‌های ختلان شکایت کردند 10 نفر سوختار در نقطه بنزین فروشی را تماشا کردند ولی تنها 1 نفر با آنها از فلاکت خبر داد. همه آدم تلفن کرده، یگانه هوای تلفن کرده است که همه وقتی که در میگیرد و وجه الو برون. دادگاه عالی تاجیکستان میگوید طرح درباره قانون عفو عمومی در کشور نگرفته است. در آلمان پناهنده 17 ساله افغان با تبر و تیغ به مسافران قطار راه آهن حمله کرد. پلیس گفت از خانه او پرچم خودساخت گروه دولت اسلامی را یافتند. از اخبار مهم تاجیکستان آغاز میکنیم. مقامات رسمی میگویند سبب ترکش مرگبار در یک نقطه فروش مواد سوخت در ولایت ختلان معلوم شد. ملاحیت روزیف سردار اداره آتش نشانی ولایت روز 18 ایول بر رادیو آزادی گفت به احتیاطی و افتادن لوله گاز مایع از دست راننده ماشین سوختکش سبب فلاکت در نقطه فروش گاز مایع در باختر شد. ملاحیت روزیف از آن گله کرد که شاهدان از بی‌پروایی آتش نشانها را از حادثه آگاه نکردند. این همین گاز برآمده شده، آدم‌ها همه در گرد و اطراف اومده تماشا. در همین حالت کارمندان امون رئیستی کارهای داخلی سردارش میگذارد اونجا قطعی کارگروش میبیند همه خیلی از همه مردم یک طرف میکنن، همه یک شهروند نوحی وحش زندگی میکنن. با فکر همه آدم تلفن کرده، یگانه هوای تلفن کرده است که همه وقتی که در میگیرد و وجه الو برون. در نتیجه ترکیش در این نقطه فروش مواد سوخت روز 9 ایول در ناحیه باختر 1 نفر جان داد و 21 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات میگویند خسارات وارد از فلاکت از $17,000 هم زیاد است. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان اعلام کرد 10 افسر نیروهای قدرتی از جمله 1 افسر بلند رتبه برای راه دادن به آشوب به رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع به جوابگری جنایی کشیده شدند. شیر محمد شاهیان روز 18 ایول در یک نشست خبری گفت سهلنگاری و غفلت بعضی از مقامات سبب اسیان حاجی حلیم و مرگ 14 مأمور امنیتی در ماه سپتامبر سال 2015 شده است. رئیس دادگاه عالی در این نشست گزارش‌ها درباره عفو عمومی احتمالی در تاجیکستان را هم شرح داد و گزارش را در این باره می‌بینیم. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان درباره قبول قانون عفو به مناسبت تجلیل از 25 سالگی استقلال کشور اظهار به اطلاعی کرد. او روز 18 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت که چنین پیشنهادی را از سوی رئیس جمهور نگرفتند. پیشنهاد قانون درباره عفو این صلاحیت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است. از این رو رسما لایحه قانون پیشنهاد نشده است. قبلا یک دادرس دادگاه عالی تاجیکستان گفته بود که گزارش‌ها درباره قبول عفو طلایی و رها شدن صدها نفر از زندان‌ها به مناسبت 25 سالگی استقلال واقعیت دارد و حالا مقامات دادگاهی و دادستانی‌ها در ولایت و نواحی به بررسی پرونده‌های مشغولند که ممکن است مورد عفو قرار بگیرند. دفتر مطبوعات دادستانی کلی تاجیکستان اما گفته است برای سوء استفاده نشدن از تطبیق قانون عفو نوبتی از نشر همه گونه خبر درباره آن خودداری می‌کنند. در تاجیکستان بار آخر ماه اکتبر سال 2014 در ارتباط به 20مین سالگرد تصویب قانون اساسی عفو عمومی اعلان شد و بر اساس این عفو بیشتر از 10,000 نفر مورد عفو قرار گرفتند، یعنی یا از زندان آزاد شدند یا حکم زندانشان کوتاه کرده شد و یا پرونده جنایشان لغو گردید. در آلمان پناهنده 17 ساله افغان با تبر و تیغ به مسافران قطار راه آهن حمله کرد و چندین نفر را مجروح کرد. در نهایت امر پلیس او را کشت. در باره پیامد احتمالی این حمله پس از چند دقیقه گزارش میدیم. حالا برمیگردیم به تاجیکستان. رئیس خدمات گمرک میگوید در رهایی برادرش که با اتهام رشوه‌خواری گویا دستگیر شد هیچ نقشه ندارد. عبدالفتاح غایب روز 19 ایول در یک نشست خبری گفت برادرش نجم الدین سعیدوف بر اساس قانون آزاد شده است و کسی به جریان تفتیش دخالت نکرده است.
و سبب نبودن ترکیب جنایت پرونده جنایتی قطع کرده شده است و من خودم هم از وی فهمیدم که همین خیلی شده است از واسطه اخبار. نجم الدین سعیدوف رهبر نمایندگی تاجیک صادرات بانک در ناحیه دنقره را بنا به گزارش آخر سال گذشته با اتهام رشوه‌خواری دستگیر کردند. در آن وقت گزارش شد که گویا نجم الدین سعیدوف همچون میانه‌رو و برای تعیین کسی به مقام بلندی از فردی نامعلوم صدها هزار دلار رشوه می‌خواسته است، ولی بعداً مقامات گفتند که این ادعاها ثابت نشدند. در تاجیکستان امسال طلبات به شکار گوسفند نادر مارکوپولو کمتر شده است. مقامات کمیته حفظ محیط زیست روز 19 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفتند در موسم شکار امسال 85 اجازه‌نامه برای شکار مارکوپولو که در کتاب سرخ است جدا کردند، ولی شکارچیان فقط 67 اجازه‌نامه گرفتند که قیمت هر یک آن 45,000 سامانی است. همکاری ما در دوشنبه زرنگیز نوروزشاه با عبدالقادر مسکیف نماینده کمیته حفظ محیط زیست در این باره صحبت کرد. حالا در صحبت ما قرار دارند عبدالقادر مسکیف سردار شعبه نظارت عالمی نباتات و حیوانات کمیته حفظ محیط زیست و تشکر که برای صحبت با ما راضی شدید، وقت جدا کردید و حالا می‌خواستیم بگویید که سبب کم شدن فروش مجوز برای شکار مارکوپولو در چی است؟ سبب اساسی این یکی از بحران اقتصادی در جهان. سبب دوم ممکن نارامی که در دولت همسایه ما افغانستان است. این بسیارتر سیاحان از ایالات متحده آمریکا هستند، قریب به ازم 54 نفرشون و یا نسبت به بسیار که در مرز معمولی هم شکارگاه هم در مرز معمولی افغانستان هستند کمک خودداری میکنند. در سال 2014 از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان معیار شکار 80 سر معین شده که بود. از این مقدار 77 سر سیاحان اومده شکار کرده از جمهوری برآوردن. حکومت جمهوری هر ساله معیار در اساس توسعه علما اساسناک شده اکادمی علمای جمهوری تاجیکستان معین میکنه، تو تصدیق میکنه. اول اکادمی علما تنها برای شکار توصیه میتاد جنس نرینه همه نمود گوسپند از 8 ساله بالا. برای چه از 8 ساله بالا؟ چون که از 8 ساله بالا این حیوانات حرکت پیر میشوند، بسیارشون چی میشن ژرت چی میگن قربانی درنده ها میشود، گرگ، برف یا ببر برفی. همچنین با بغیر از این کسلیشون بسیار پیدا می شود از سبب که شاخش وزمین دویده نمیتوانند، باز با همین قربان هم درنده می شوند. با بغیر از این اکادمی علما توصیه می‌کرد که همین اگر شماره همین حیوانایی که از 8 ساله بالا جنس نری زیاد می شود و به باردارشوی همون حیواناتای با همون خود نمودشون خلل میرساند و همون جنس که از 8 ساله بالا گفتن ممکن مغمبر می شود یا شور نزدیک نمیماند در حادثه، اما چی میگن در ترمین بیولوژی اما جنس مادینه یلو میماند، تو نسل باردار شدن نمیتواند چون راه نمیتواند نمیماند نه خودش نه ویا. صحبت مفصل با عبدالقادر مسکیف به زودی در وبسایت azadi.org نشر می شود. و پلیس آلمان گفت در خانه پناهجوی 17 ساله افغان که با حمله در قطار 3 نفر را سخت مجروح کرد یک پرچم خودساختی گروه دولت اسلامی را پیدا کردند. خبرگزاری مربوط به گروه دولت اسلامی با نام اعماق گفت که جوان 17 ساله سرباز همین گروه بوده است، ولی مقامات بلندپایه آلمان میگویند حدس زدن در این باره هنوز بر وقت است. جزئیات را در گزارش همراه میبینیم. یک پناهنده 17 ساله افغان شب روز دوشنبه با تبر و تیغ به مسافران یک قطار در آلمان حمله برد و 4 نفر را سخت مجروح کرد. در نهایت پلیس او را با ضربه تیر تفنگ کشت. گرهارد ارک سردار ریاست پلیس ولایت باواریا گفت تحقیق حادثه شروع شده است. Der Stand der Ermittlungen ist der, dass ein 17-jähriger Afghane
یک جوان 17 ساله افغان در قطار تراوختلینگن ورسبورگ به مسافران با تبر و کارت حمله کرد و 3 نفر از جبردیدگان زخم‌های بسیار سخت برداشتند. قطار را نگه داشتند. ما حالا نمی‌دانیم که این کار را کی کرده است و آن را تحقیق می‌کنیم. سپس حمله‌ور به سمت رودخانه مین فرار کرد. سردار ریاست پلیس باواریا گفت هنوز انگیزه های حمله معلوم نیست، هرچند درتر پلیس آلمان گفت که در خانه‌ای که مهاجر افغان زندگی میکرد پرچم خودساخت گروه افراطگرای دولت اسلامی را پیدا کردند. جوانی نابالغ افغان در یک خانه کودکان بی‌سرابان در آشنفورد در نزدیکی شهر وورزبورگ زندگی میکرده است. حمله در آلمان چند روز بعد از آن با وقوع پیوست که یک شهروند تونیستبار فرانسه با ماشین بارکش 19 تانگی در روز تجلیل جشن فتح باستیلیا در شهر نیس فرانسه 84 نفر را کشت. این گونه حمله ها نگرانی ها از حمله به اصطلاح گرگانی تنها در اروپا را عمیق‌تر می‌کند. گذشته از این ممکن است فشارهای سیاسی به انگلا مرکل صدر اعظم آلمان زیاد شود که در یک سال گذشته صدها هزار مهاجر را به کشور راه داد. آلمان سال 2015 تقریباً 1 میلیون نفر مهاجر از جمله هزاران نابالغ تنها را قبول کرد که اکثرشان از جنگ‌های سوریه و عراق و افغانستان گریختند. سر می‌زنیم به ترکیه. رجب طیب اردوغان نخست وزیر رئیس جمهوری ترکیه گفت امریکا باید فتح الله گولن روحانی ترک مقیم آن کشور را به انقره استرداد کند، زیرا او در تلاش ناکامی تبادلات دولتی دست دارد. رجب طیب اردوغان به تلویزیون CNN گفت کشورش درخواست رسمی در این زمینه را به امریکا می‌فرستد. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته است که امریکا برای استرداد گولن که دست داشتن در تلاش تبادلات را رد می‌کند دلیل لازم دارد، نه ادعا. و حالا گزارشی را که می‌بینیم درباره ترکیه هست و هم درباره علامت نرمش رابطه‌های این کشور با روسیه. این آژانسی سیاحی در مسکو به فروش راهخطها به ترکیه مشغول است، به جایی که از مکانهای دوست داشته روس‌ها بود. ولی در پی جنجال روسیه و ترکیه در سال 2015 هم مسکو پروازهای چارتری به ترکیه را ممنوع کرد و با همین سیاحت ارزان روسیگی ها در ترکیه خاتمه یافت. حالا دیگر باره فروش راهخطها شروع شده است و شرکت های سیاحی روزانه تا 1000 بلیت می فروشند. راهخط استراحت در ترکیه قیمت‌تر می شود و خیلی زود. همین حادثه رابطه های روسیه و ترکیه را بسیار بد کرد. نیروهای ترکیه هواپیمای جنگنده روسی را در نزدیکی مرز با سوریه سرنگون کردند، زیرا به ادعای آنها هواپیما به قلمروی هوایی ترکیه وارد شده بود. مسکو بعد این علیه ترکیه تحریم اعمال کرد، ولی رابطه های دو طرف هفته های گذشته اندک بهتر شد. روسیه به واردات از ترکیه اجازه داد، راهخط های سیاحی دیگر باره فروخته می شوند، ولی ممانعت ها هنوز زیادند. پروازهای چارتری همچنان ممنوع است و شرکت‌های هواپیمایی باید اول از خدمات فدرالی نقلیات هوایی اجازه بگیرند. برای بررسی درخواست اجازه تقریباً 2 ماه لازم است. با وجود فروش راهخطها، تعداد سیاحان نظر به سالهای گذشته فوق‌العاده کم است. بعضی از متخصصان هم سفر به ترکیه را توصیه نمی‌دهند. راستی من از آن میترسم که مبادا وحشتی که در تونس روی داد در ترکیه هم تکرار نشود، مثل آنکه جنگجویان گروه دولت اسلامی автомат در دست و ساحل آمده همه را هدف تیر قرار دادند. بعضی از سیاحان روس هم از این چیز هراس دارند. من به کراسنودار می روم. من با جایی که صدای بمب به گوش می رسد نمی روم. رابطه های روسیه و ترکیه بهتر می شوند، ولی برای به حالت عادی برگشتن آن فرصت لازم است. در 8 ماه گذشته مطبوعات روسیه ترکیه را همچون یک کشور دشمن جلوه می داد و ظاهرا این تصویر در یاد مردم عادی روسیه تا دیر باز می ماند. و خبر دیگری که داریم باز هم درباره روسیه است. بعد از نشر گزارشات درباره استفاده وسیع نیروهای توانبخش از طرف ورزشکاران روسیه، فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال وعده داد که در این زمینه چاره‌های ضروری را می‌اندیشد. و جزئیات این خبر و خبرهای دیگر را می‌توانید در وبسایت ما
در صفحه‌های آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه پیدا کنید.